دریچه های باز میشد، اینا رو میدیدم. یه دشت بزرگی گفتم تمام میمون، سبحان الله، قرمز، بیابون. یه دشت بزرگی تمام خوک، یه دشت بزرگی تمام کتوسک، یه دشت بزرگی تمام کرم سبز انگور. کتوسک یعنی طولسک. طولسک، درست. آقا این دشته اولی که بنده خدا میمونا بودن، تو این یه میمون صدا ما میزد، پسراجی پسراجی. پسراجی شما رو صدا میزد؟ آره، این میدونست مرا میشناخت دیگه قشنگ، که مثلا حاجی تو محلشون. آقا نگاه کردیم دیدیم کسی اینجا نیست، اشاره کرد با دست همین میمونیش که فلانی من دارم تو را صدا میزن. سبحان الله، تو کی هستی که مرا میشناسی؟ صدا میزنی و آره میمون صدا میده. آره. حالا این میمون از نظر قد از همه ارتفاع بالاتر، قدش بلندتر بود. گفتم شما کی هستی؟ گفت من فلانی ام. خودش هم معرفی کرد. سبحان الله، تو آدم به این خوبی؟ شناختی؟ آره، خودشو میشناسم، خانوادهشو میشناسم، پسراشو میشناسم. آدم خوبی. حاجی، آره بابا، حاجی نماز بخون، خونش نزدیک مسجد، بابا سینه زن امام حسین. سبحان الله. گفتم آقا شما چه کار کردی که جاد اینجاست؟ گفت همه اینا را دیدی، خوکا را دیدی، کرما سبز انگور را دیدی، ما را دیدی، ما همه آدمی زادیم، یه خواهشی ازت داریم. حاجی عباس آقا واقعا آدم اصلا منفجر میشه. ببین چندین سال با این زحمت رو دنیا بری زندگی کنی، بعدش اینجور خلق بشی؟ نه بابا، اینا رو میبینی اصلا هنگ میکن. گفتیم خب چی بگم؟ گفت من از نمایندگی همه اینا خودم رو معرفی کردم پسراجی، که بهت بگم در زمانی شماها در این زندگی میکنین که امام زمان سلام الله علیه میاد، نزدیکه، ظهور امام زمان سلام الله علیه نزدیک. گفت وقتی آقا جون اومد به خدمتش انشالله مشرف شدید، تشریف آورد و دیدینش، یکی خواهش ازت، ما به کلی از همه اینا اگه دیدین انشالله یه خواهش ازت داریم، به نمایندگی همه اینا دارم صحبت میکنم. خب گفت ما انشالله دعا کنه آدم وارد محشر بشیم، اگر آدم وارد محشر نشیم مورد شفاعت اجدادش قرار نمیده. سبحان الله. شما چه حالی داشتید؟ اصلا خیلی داغون شد، خیلی، اصلا دیگه غم اومد سر دلم. اونجا اینقدر شاد و شنگول پلو سید بودم، فضا اصلا لذت میبردی. همین که اصلا این بنده خدا را دیدم، حاجی سالمند، این برای خودمون تصور میکردیم، میگفتیم چه آدم خوبیه این. اشکالش چی بود که نمیدونم، خدا عالمه. آقا اومدیم جلوتر، گفتیم چشم آقا، من انشالله اگه زنده بودم و آقا تشریف آورد و انشالله ما زیارتش کردیم، چشم.